اینجا خانه شیخ کمال خوجندی است که امسال از 700مین سالگردش تجلیل میکنیم. در یک سال آخر این خانه موزه کمال را تنها 5572 نفر سیاحان خارجی عیادت کردند. به گفته مسئولین خانه موزه کمال همگی در یک سال 2019 10485 نفر از این موزه دیدن کردند که هر یکی آنها با تأثیراتی بای برگشتند. مهمانان خارجی دور و 247 نفر بودند. مهمانای دولت‌های مشترک المنافع 185 نفر از این خانه موزه کمال خوجندی دیدن به عمل آوردند. بیشتر حاضر در اینجا دانشجویان طلبه‌ها از این خانه موزه دیدن کردند. در خانه موزه حجره ها در نمادی قدیمه ساخته شده در آن اشیاها و لوازمات های دوره شیخ کمال خوجندی نگهداری کرده می شوند. راهبردان میگویند که به سیاحان نقش و نگار اشیاهای قدیمه و خوردنی های قزناق عجیب و غیر عادی می نماید. از جنوب با معنای قیله هم نامگذاری میکنند. وقتی که مهمان ها در اینجا برای دیدار میآیند تماشا میکنند در اینجا قورداغ است و میگویند که چی این قیله است. به من از نه یک سوال میدیم. کمال‌الدین ابو احمد محمدی خوجندی سال 1318 در شهر خوجند تولد شده است. در زادگاه خود از علم و هنر بهره ور شده در سن 35 سالگی به نیت حج توسط راه خوارزم به عربستان رفت. بعد طواف کعبه در بازگشت آب و هوای تبریز را پسندید و در آنجا مقیمی شد. سال فوت کمال خوجندی به سال 1401 میلادی راست میآید. قبر ادیب بزرگ در ولیانکوه تبریز است که اکنون با نام باغ شیخ کمال معروف گردیده است. از کمال تا امروز دیوان قصیده ها، غزلیات، قطعه ها، رباعیات و بیت های الهیده میراث مانده است که در مجموع 8100 بیت را در بر میگیرد. زنان و بانوان بوده در اینجا آنها با هم نشسته بحث ها، صحبت ها یا خود وقت های خالگی خود را زیبا میگذراندند. چگونه که ما در اینجا دیده ایستادیم یکی از اسباب های موسیقی نیز محفوظ نگاه داشته شده است. یا اینکه این کتاب قصه یوسف و زلیخا بوده. سال نشر آن معلوم نیست اما آن با زبان ترکی و خط فارسی نوشته شده است. مهمان ها از دولت ایران و هم از دولت افغانستان می‌پویند. ما در اینجا چند کتاب‌هایی که تاریخی داریم با خطهای فارسی با خطهای عربی نوشته شده است. آنها به یگان مشکلی همه این کتاب‌ها را خوانده می‌توانند. بیشتر اینکه ما در اینجا کتاب‌های جمع‌آوری کرده‌امان از اشعار شاعران است. بیشتر آنها از این غزل‌ها می‌خوانند و خود یک نحویگری می‌گیرند. حسیاتی آنها دیگر می شود. البته عکس می گیرند. همه کتابایی که ما برای مهمانان خیلی پسند می آید. کتابایی که در اینجا با خطهای فارسی و هم عربی نوشته شده است و هم دستخطها و هم چاپی سنگی در اینجا گذاشته شده است. و اگر گوییم به مهمانهای خارجی در اینجا آن هنرهای ملی تاجیک به مثل کنده‌کاری، گچکاری و هم نقاشی بیشتر دقت آنها رو جلب می کند. باید قید کرد که ساختمان خانه موزه شیخ کمال خوجندی ماه ایولی سال 2014 شروع شده. این موزه به مناسبت تجلیل نوروز جهانی 21 مارس سال 2015 از نو تجدید شده و استفاده داده شد. گزارش سومن حامد و نعیم ایوبوف برای برنامه